بی پولی فقط جیبتو خالی نمیکنه. گاهی انسانیت رو هم ازت میگیره. همیشه فکر میکردم شریف بودن یک انتخابه. فکر میکردم آدمای عصبانی، بدجنس یا اونایی که سر یک پول ناچیز دعوا میکنن ذاتشون خرابه. با خودم میگفتم من محاله. حتی اگر دنیا وارونه بشه همون آدم خنده‌رو و دست و دلباز میمونم. چقدر ساده بودم. فاجعه یک دفعه وارد نشد. مثل یک گاز سمی بیبو آهسته وارد زندگیم شد. اولش فقط یک تغییر ساده موقع خرید بود. قبلا سبد رو پر می‌کردم و میرفتم سمت صندوق. کم کم خرید کردن تبدیل شد به یک عملیات ریاضی پر استرس. ایستادن جلوی قفسه لبنیات، برداشتن یک قالب پنیر، نگاه کردن به قیمتش و بعد برگردوندنش سر جاش. یک صدا توی سرم میگفت این ماه نه، این ماه باید مراقب باشی. اون لحظه‌ای که دستت میلرزه و یک چیز ساده رو که دلت خواسته میذاری سر جاش، همونجا اولین ترک روی غرورت میفته. این اضطراب مثل یک مته مغزم رو سوراخ میکرد. دیگه صدای خنده اطرافیانم برام خوشایند نبود. با خودم میگفتم اینا چطور انقدر بیخیالن وقتی من دارم غرق میشم. کم کم اون آدم مهربون درونم مرد. یادم یک شب، فقط یک شب معمولی بود. همسرم اشتباهی یک لیوان چای ریخت روی فرش. قبلا میخندیدم و میگفتم فدای سرت. اما اون شب داد زدم، فریاد کشیدم سر یک لکه چای. ولی اون فریاد برای چای نبود. فریاد خستگی بود. فریاد شرمندگی جیب خالی. وقتی سکوت شد و ترس رو توی نگاهش دیدم، از خودم بدم اومد. توی آینه نگاه کردم و یک آدم غریبه دیدم. گوشیم زنگ میخورد. تنم میلرزید. بریم بیرون؟ بریم شام؟ شروع کردم به دروغ گفتن. سرم شلوغه. خستم. مریض شدم. نه چون نمیخواستم برم. چون پول نداشتم و نمیخواستم وقتی بقیه حساب میکنن عرق شرم روی صورتم بشینه. منزوی شدم. نه چون آدم‌ها رو دوست نداشتم. چون نداشتن آدم رو بی‌دفاع میکنه. حسادت اومد سراغم. منی که همیشه از شادی بقیه خوشحال میشدم، حالا با دیدن خریدهای ساده دیگران یک زهر تلخ ته گلوم جمع میشد. الان میفهمم اخلاق، مهربونی، صبر، اینها کالاهای لوکسی هستند که وقتی خیالت از نون شب راحته آسون به دست میان. اگر فقط یک بار تجربه کنید که بیپولی چطور مثل موریانه عزت نفس رو نابود میکنه، دیگه هیچ آدم اخمویی رو قضاوت نمی کنید. فقر فقط جیب رو خالی نمیکنه، فقر روحت رو میتراشه تا جایی که دیگه چیزی از اون آدمی که فکر میکردی هستی باقی نمیمونه. همه چیز به هم وصل رفیق. وضعیت جیبت دقیقاً وضعیت ظاهرته.